به نام حق. از همان روزی که دست حضرت حابیل گشت آلوده به خون حضرت قابیل، از همان روزی که فرزندان آدم صد پیغام آوران حضرت باری تعالی زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند، از همان روزی که با شلاق خون دیوار چین را ساختند، آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. بعد دنیایی پر از آدم شد و این آسیاب گشت و گشت، ای دریغا آدمیت برنگشت. صحبت از پژمردن یک شاخ گل نیست، صحبت از به فغان کشیدن یک قناری در قفس نیست. پس کن که قناری در قفس مریز، پس کن جنگل بیابان بود و از روز نخست وای جنگل را بیابان میکنند، دست خون‌آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند. هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند. در کویر سیوت و کور مردمی با این مصیبت ها صبور، گفتگو از مرگ عشق، مرگ محبت، گفتگو از مرگ انسانیت است. سوت دلان.